کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان و میهمانان جمهوری را هشدار داد که بنا به پیشبینی هواشناسان روزهای 7 و 8 مارس سال 2024 در ناحیه‌های کوهستانی توبه مرکز، راههای دوشنبه خوجند و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر بلند فرو ریختن ترمه‌ها باقی میماند. به این دلیل کمیته حالتهای فوق‌العاده از شهروندان خواسته است که در این روزها سفرهای بدون ضرورتشان از طریق راههای کوهستانی را حدالامکان محدود کرده از انجام کارهای صحرایی، چرانیدن چاروا و شکار و ماهیگیری در منطقه‌های کوهی خودداری بورزند. کمیته گفت برای تامین بخطری رانندگان و مسافران و رسانیدن کمک عاجل در حالت فوق‌العاده در چندین قطعه‌های راه دوشنبه عینی خوجند از حساب نجات بخشان این نهاد پاسگاه‌های سیار تشکیل کرده شدند. کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده همراه با نمایندگان وزارت نقلیات و وزارت کارهای داخلی در دیگر راههای کوهستانی جمهوری نیز نفبرداری می‌کنند. کمیته گفت این چاره‌ها در دوره بلند بودن خطر حادثه‌های فوق‌العاده که سردی و برفریزی به همراه دارند ضرور میباشد. در همین حال شرکت آیرس مسئول نگاهبین راه دوشنبه عینی خوجند چنوق روز 7 مارس سال 2024 خبر داد که هرچند بارش برف در این شهرها بی‌ایست و پرشدت است، این یگانه راه زمینی بین ولایت سغد و مرکز تاجیکستان گشوده بوده حرکت تمام نمود نقلیات تامین می باشد.